دادگاه ولایت ختلان 5 نفر را برای به گروه سلفیت جانبدار بودنشان به مهلت‌های گوناگون محرومیت از آزادی محکوم نمود. دادستان شهر قرغان تپه عیب غصب حاکمیت که به 5 نفر شهروندان اعلان شده بود اعتراف نموده نسبت آنها از 5 تا 6 سال جزای محرومیت از آزادی را معین نمود. در مرافعه سعودی دادستان سیف‌الدین محیدین زاده قید نمود که نسبت ساکنان ناحیه جلال‌الدین رومی عبدالحمید منور 23 ساله، امیدجان امان 24 ساله، سیرت‌الله سعید 22 ساله، منصور تارون 24 ساله و دادربک محبت 26 ساله بنابر بار اول جنایت صادر نمودنشان و در ذمه خود تربیت کودکان خردسال داشتنشان نسبت آنها چاره سبک مقرر کرده شد که در اصل آنها باید مهلت جزا را در کلانی‌های اصلاحاتی نظامش سخت ادا می‌کردند. نامبردگان در جامعه‌ها و مسجدهای ناحیه جلال‌الدین رومی عقیده‌های حرکت اسلامی سلفی را پنهان کردند، قید کرد پرокурор. از گفت سیف‌الدین محیدین زاده از خانه‌های محکوم شدگان ادبیات‌های اسلامی، دیسکو و ثبت‌های آواز دریافت کرده شده است. محکوم شدگان سنه 11 فوریه دستگیر شده بودند. راهبری ولایت ختلان خبر داد که تنها در 3 ماه اول جاری در این منطقه 50 نفر از آن جمله از بین آنها 1 نفر زن نیز برای منسوبیت به حرکت اسلامی سلفی دستگیر کرده نسبت آنها عیب اعلام کرده شد.